که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. درود به شما بیننده های عزیز. برنامه دنیا پر از جوانی است که این لحظه همسفر شماست و چون همیشگی با شما من هستم عزیزه یارو. و جوانی دوره است که پر از شوق و شور است و این دوره را برنامه ما به شما باز هم دلانگیزتر و جذابتر می سازد. پس در این سفر با ما بمانید تا شاهد چهره های رنگارنگ جوانان با استعداد بگردید. رقصی جادو، رقصی دو چشمای جادویی، رقصی باران، رقصی لرزان، رقصی آبی جوی بارانه، رقصی بازو، رقصی جادو، رقصی دو چشمای جادویی، رقصی باران، رقصی لرزان، رقصی آبی جوی بارانه. خمیده رقصی گسوی بوریده، رقصی زلفی پیچ پیچان، رقصی ابروی کشیده، رقصی زلفی پیچ پیچان، رقصی ابروی کشیده. بهتر نبودم بندر میکند تا سهرم در کمم در میکند، بهتر نبودم بندر میکند تا سهرم در کمم در میکند. رقصی بازو، رقصی جادو، رقصی دو چشمای جادویی، رقصی باران، رقصی لرزان، رقصی آبی جوی بارانه، رقصی بازو، رقصی جادو، رقصی دو چشمای جادویی، رقصی باران، رقصی لرزان، رقصی آبی جوی بارانه. رقصی دو چشمای جادویی، رقصی باران، رقصی لرزان، رقصی آبی جوی بارانه، رقصی بازو، رقصی زانو، رقصی دو چشمای جادویی، رقصی باران، رقصی لرزان، رقصی آبی
پر از جوانی. بیننده های عزیز، برنامه دنیا پر از جوانی است ادامه دارد و این نوبت مهمان برنامه ما هستند، یعنی قهرمان برنامه ما محمود پریناز، دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов می باشند. خوش آمدید پریناز بانو به برنامه دنیا پر از جوانی است. واقعا شما امروز در ولایت سوخت یکی از جوان دختران فعال می باشید و میخواستم اینجا بدانم که شما امروز چه دستاوردها دارید و این همه موفقیت شما در چیست؟ سپاسگزارم برای دعوت. درود و سلام به شما و به کل بینندگان برنامه دنیا پر از جوانی است. فرارسی بهار عالم افروز را به هر یک شما شاد باش میگویم و چخیلی که استاد فرزانه میگویند در این بهار ترین لحظه ها جوانی کن، برون زی حاشیه عشق گلشنانی کن. دل سلامتی تو از تپش مرخص نیست، سپاس جایزه یار آسمانی کن. اینجا شما یادآور شدید از دستاوردها و از موفقیت‌ها و پیش از همه در آغاز میخواهم قید نمایم که آغاز همه گونه موفقیت، آغاز همه گونه دستاوردهای ما این نتیجه همان زحمت و تلاش های می باشند که از زینه های اولین تحصیل در مکتب و در دانشگاه و تا به امروز کوشش می نماییم، تلاش می نماییم و باید قید نماییم که موفقیت و دستاوردهای کوچک و بزرگ نشانه چگونگی دانش و مهارت نیست، بلکه این تنها دلیل آن است که کسی که تلاش میکند، کسی که مهنت میکند حتما ثمره‌اش به بار میآورد. و اینجا میخوام از دستاورد آخرین خود که در سال 2025 بود در اول یادرس گردم که جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است می باشد که از روی نمینت خواندن و زیاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک در سال 2025 در این آزمون سزاوار مقام دوم گشتم. خیلی خوب. چون شما از یادآور شدید از آنکه غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است می باشید، میخواستم اینجا راجع به همین موضوع اول صحبت کرده باشیم. چگونه بود تا اینکه در این آزمون اشتراک کنید؟ نگاه شما به این آزمون چگونه بود؟ واقعا آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است امروز مثال جشن‌های باشکوه ملت تاجیک چون نوروز و مهرگان و تیرگان و سده و جشن استقلال میهن یک شکوه و شهامت خاصه دارد و همه ساله با یک شکوه و شهامت به اندازه برگزار می‌گردد و غالبان البته که قدردانی می‌شوند. اشتراک در این آزمون برای من تصادفی نبود. میتوانم گویم که در سال دوم اشتراکم با تیاری جدی با مهنت دوچند از سال گذشته اشتراک نموده غالب آمدم. یادآور میشوم که در سال 2024 اشتراک نموده در دور جمهوری سزاوار مقام افتخاری گردیده بودم، ولی این نتوانست روحیه مرا شکند و در سال دیگر یعنی در سال 2025 توانستم که غالبیت را به دست آورم. میدانید تا شما یک بار الکی رفتید به دور نهایی و من میگم به شما دو بار غالب آمدید، چون تا دور جمهوری رفتید الکی این غالبیت است. نه هر کس میتواند در دوره اولی اشتراکش تا جمهوری برود. و اینجا سوال دیگر میدهم از روی نمیناتی که برای آنهایی که در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک میکنند، مخصوصا در نمیناتی چون شما در نمیناتی ادبیات معاصر اشتراک کرده، چگونه بود نظامنامه و شما تا چه اندازه آن نظامنامه را رعایت کردید؟ آیا بیشتر از آن هم ازبر کردید؟ در لحظه آمادگی به آزمون آن وقتی که آمادگی میدیدم از روی نظامنامه البته ما کار میکردیم و من کوشش نمودم که طبق معیار نظامنامه و آن طلباتی که برای ما پیشنهاد گردیده است با آزمون آماده گردم، نه کم باشد نه زیاد و طبق طلبات نظامنامه از روی خواندن و ایجاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک، از آثار نظمی 100 غزل، 200 بیت پارچه از داستان، 200 بیت دیگر نوهای شعری مخمس، مثلث، ترجیع بند و شعر آزاد، شعر سفید و امثال اینها، همزمان 120 رباعی و دو بیتی
خوانده از بر نمودم. از روی آثار نثری ادیبان معاصر تاجیک باشد 30 رمان، 50 پویست، 100 حکایه و نویله ها، همزمان اثرهای دراموی خوانده از بر نمودم و میتوانم گویم حفظ نمودم و با این مواد خود در آزمون غالبیت را به دست آوردم. خب اینجا چون برنامه دنیا پر از جوانی است میخواستم از جانب شما دانسته باشم که آیا در انمان رویخطی شعرهایی که شما از بر کردید بود شعری که وصف جوانی باشد و اگر بود میخواهیم این لحظه آن را قرائت کرده باشید. البته تشکر زیاد برای چنین سوال جالب بودند. نه یک تا و دو تا، چندین شعر در وصف جوانی، در وصف جوانان کشور از بر نمودم و در مواد خود جای دادم و اینجا میخوام به شما چند بیت از غزل استاد آذرخش قرائت نموده باشم. تا یک ترانه هست جوانی نمی رود، یک عاشقانه هست جوانی نمی رود، بهر نیاز بردن و همراز یافتن تا یک بهانه هست جوانی نمی رود. خیلی خوب، چون اینجا از استاد آذرخش غزل قرائت کرده و من میخواهم شما و بینندگان و آن رقیبانی که همراه شما بودند بار دیگر اثبات کرده باشید که شما سزاوار جای خود هستید و اینجا من چند شاعران را نامبر میکنم. شما میتوانید یک مصرع از آنها، یک مصرعی شعر قرائت کرده باشید. خب از استاد فرزانه شروع میکنیم. اگان غزل شما بگویید. درود ای قاصد فردا، شبت خوش باد و روزت خوش، نوین شای و نایفشا، شبت خوش باد و روزت خوش. لایق شعری. چنانت یاد میارم که ره گم کرده منزل را، چنانت دوست میدارم که دریا برده ساحل را، چنانت رغبت دارم که خشکستان به باران، چنانت روز و شب جویم که سینا حل مشکل را. از گل رخسار. سر من نیاز دارد به فراز شانه تو، هوسم ستاره چیند ز فضای خانه تو، ز تو جان من پر، همه داستان من پر، چو دعاست بر لب من طرب ترانه تو. خب اشور سفر. گل سحر لب واکند از خنده های آفتاب، می کشاید صفحه های فکر آدم را کتاب، روزگار آدمی پر از فراز و شیب هاست، تا به بحر رود ریزد هست در رنج و عذاب. میرزا ترسونزاده. اگر از گریه کردن آب می شد دل من بود، به سیل اشک می شد غرق منزل من بود. من اینجا چنین سوال میگم به شما، از اثر جلال اکرامی دختر آتش میتوانید به ما قهرمان‌های اثر را هم منفی و هم مثبتش را گفته باشید؟ بهترین سوال رمان دوست داشته من است، اثر سیگانه جلال اکرامی دختر آتش، 12 دروازه بخارا و تخت واژگون. قهرمان اساسی اثر فیروزه می باشد و همزمان اویتوته می گفت، یعنی مادر کلانش دلارام کنیز. قهرمان های منفی این بای های همان دوره از قبیل غنیجان بای بچه، قراکولی بای، محمد امین بای، آقسخال محله شان نصرت. بعد در قسم دیگری رمان اسد مخصوم، نظام الدین، اسد مخصوم حاجی حسن بک قهرمان های منفی اثر به حساب می روند. عصا و فیروزه باشند قهرمان های مرکزی اثر هستند که از آغاز از رمان دختر آتش تا 12 دروازه بخارا و تخت واژگون شخصیت این قهرمان ها تشکل می یابد. خب اینجا واقعا شما لایق جای خود هستید و باز یک سوال دیگر میدهم، چرا شما محض ادبیات معاصر را انتخاب کردید؟ من از زمان خردسالی از همان لحظه که در دلم مهر و عشق کتاب و ادبیات جای شد به ادبیات معاصر تاجیک شوق و رغبت به اندازه داشتم. اثرهای جلال اکرامی، عبدالملیک بهاری، رحیم جلیل را مطالعه می کردم و عاشق شعرهای گلرخسار و لایق و استاد فرزانه و استاد آذرخش، استاد آذر سلیم و رستم وهاب و دیگر شاعران شناخته معاصر تاجیک بودم. به حد دوست می دارم خواندن اشعار
استادان کلاسیک فارس و تاجیک بدرالدین هلالی و ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی، حافظ سعدی و گلستان و بوستان سعدی شیرازی را، لیکن باز هم برای من به دل من نزدیکتر بود ادبیات معاصر، آنهایی که همزمان ما هستند، آنهایی که زمان ما را وصف نمودند. بله. خب اینجا چون زمانی ما گفتید، من به زمان معاصر صدرالدین عینی را میارم و میگویم به شما سوال دادنی هستم که سه نویسنده همان زمان صدرالدین عینی را نامبر کنید که هم ردیف او بودند. تشکر زیاد. ساتی مروزاده، رحیم جلیل و جلال اکرامی. خب تشکر زیاد و میخواستم اینجا بدانم که وقتی که شما صاحب جایزه فروغ گردیدید، یعنی جایزه آزمون صبحی فروغ سپیدانای کتاب است گردیدید، چه حسیات داشتید؟ شهد خرسندی و خوشحالی اما شهد غالبیت را چشیدن چگونه بوده است؟ آن احساسی که انسان بعد رسیدن به قله مقصود خود در دلش حس میکند، در تمام وجودش حس میکند، با سخن ابراز نمودن غیر امکان است. لیکن من اینجا میخوام یک جمله رو که هنگام برآمدن به صحنه تئاتر و گرفتن جایزه فروغ در دل من صدا داد گفته باشم. من تنها گفتم شکرش من توانستم، زیرا آسان نبود، ساده نبود این راه، ولی اراده‌ام نشکست، رو افتاده نشدم و به قله مقصود خود، به آن مقصدی که در پیش خود گذاشته بودم رسیدم. لیکن چقدر که شاعر میگوید چو در یک قله مقصد نبینی نقش پای من، ببینی قله در پشت آن پیداست جویان شب. جوانیم و راه خود را از پی مقصدهای خود در زندگی ادامه خواهیم داد. خب اینجا شما در برابر آن که پیوسته در آزمون فروغ صبح دانایی به این آزمون آمادگی میدیدید، پیوسته چون میدانم آزمون فروغ صبح دانایی آزمونی نیست که تنها آن را با یک خواندن برای او برآمد کنید، شب‌های بیدارخوابی است البته، ولی با همه این سختی ها شما آن را پس سر کردید و به قله مقصدهایتان رسیدید و در برابر این همه شما در نزد ریاست کار با جوانان ولایت صبح خیلی فعال هستید و راهبر محفل پیروان پیشوای ملت می باشید و در برابر این ولنتیار سال در سال 2024 نیز بودید. میخواستم بدانم که اصلا همین راهبری، همین محفل پیروان پیشوای ملت چگونه محفل است، آن چگونه عمل میکند و از جانب شما دانستم. تشکر زیاد برای چنین سوال به مورد. محفل پیروان پیشوای ملت در نزد ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت عمل میکند، فعالیت سازنده دارد. اما میخوام اینجا یادرس نموده باشم که این محفل یک شاخص از تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت که در نزد اتفاق جوانان تاجیکستان، یعنی در نزد کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است و این مکتب بزرگ است برای تشکل دادن شخصیت جوانان، برای رشد شخصی جوانان میهن، نورسان میهن سهمی باسزا دارد. جوانان سازنده کشور شعار جوانان پیروان پیشوای ملت را همچون روای پیشبرنده خود و همچون یک شعار سازنده انتخاب نمودند تا که به هدفهای خود رسند، برای آبادی وطن سهم کوچک و بزرگ خود را رسانیده توانند. و محفلی که ما داریم در نزد ریاست و محفلی که در سطح ولایت سوخت عمل میکند نه تنها درس سیاسی می آموزد به جوانان و به ولنتیران، بلکه جوانان سعودی باستان، جوانان خوجند شهر و دانشجویان و نورسان را با هم متحد می کند تا اینکه وقتی خاله خود را بیهوده صرف نکنند و صرف آموزش کنند، وقتی خود را بیایند و برای رشد تشکل شخصیت خود چیزی از ما یاد گیرند، برای جمعیت سهم باسزای خود را گذارند. ما میگذارانیم برای آنها کورس‌های آموزشی، سمینار و ترینینگ ها، مشورت ها تا که آنها رشد کنند و چیزی آموزند و در برابر این آن جوانان و نورسان و در مجموع ولنتیرانی که هستند کمی هم باشد برای پیشبرد جمعیت سهم خود را میگذارند. خب اصلا ولنتیاری را یا اینکه ریزاکاری
اصلا چگونه فعالیت است؟ شما با چی کار خود توانستید والنتیر سال گردید؟ волонтерон ихтиёриён ё чихеле ки шумо гуфтед ризокорон як гурӯҳ ҷавононе мебошанд ки яъне дар маҷмӯъ дар як ҳафта вақти холии худро ҷудо мекунанд ва он вақти худро сарф менамоянд барои кӯмак кардан ба касе, барои каме ҳам бошад саҳм гузоштан дар рушди ҷамъият. яъне мақсади асосии онҳо хайрхоҳӣ мебошад. ва инҷо мехоҳам қайд намоям ки ман фаъолияти волонтерии худро аз соли 2021 оғоз намудам. вақте ки 16 сола будам дар шаҳри Истаравшан ба фаъолияти волонтерӣ машғул будам ва пас аз оне ки омадам ба шаҳри Хуҷанд барои таҳсил, аввалин маротиба дар курси омӯзиши ҷавонон пайравони пешрои миллат иштирок намудам. он курсро хатм намудам ва фаъолияти волонтерии худро дар назди риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд оғоз кардам. метавонам гӯям ки идома додам ва дар давоми фаъолияти худ дар соли 2023 дар соли 2024 мо тавонистем сафи аъзоёни гурӯҳи худро зиёд кунем, аксияҳои хайриявӣ доир намоем, ба оёдати бепарасторон, кӯдакистонҳо, ба оёдати хонаи пиронсолон, хонаи майбон равем ҳамроҳи волонтерон, каме ҳам бошад хотири онҳоро болида гардонем. ҳамчунин барои саҳм гузоштан дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон мо тавонистем зиёда аз 100 аксияҳои таблиғотиву ташвиқотӣ, аксияҳои тарғиботӣ баргузор намоем. варақаҳои иттилоотиро ба сокинону меҳмонони шаҳри Хуҷанд эҳдо намуда бошем, то ки сатҳи бохабарии онҳо аз муаммоҳои мубрамирӯз, аз мушкилиҳо ва умуман аз ҷамъият сатҳи бохабарии онҳо зиёдтар бошад. ва ғайр аз ин мо семинару тренингҳо баргузор намудем. яъне ин гуфта метавонам ки дар фаъолияти кори ман ва умуман дар зиндагии ман ин як зинаи махсусе буд, зеро ман аллакай на волонтере будам ки танҳо фаъолият мекунад. ман аллакай роҳбари волонтерон интихоб шудам ва мо онҷо на танҳо дар як чорабинӣ иштирок мекардем, балки дар сафи ташкилкунандагони он чорабиниҳо будем ва тавонистем дар баргузор намудани чунин иқдомҳои хайриявиву аксияҳову ва умуман семинару тренингҳо ва курсҳои омӯзишӣ саҳми худро гузорем ва чӣ хеле ки мегӯянд ҳеҷ як кӯшишу талош бенатиҷа ва беподош намемонад. ва моро дар соли 2024 ҳамчун волонтери сол 2024 қадрдонӣ намуданд ки ин бароям на танҳо боиси ифтихор, балки як масъулияти бузург аст, то ки мин баъд низ дар пешбурди самти волонтерӣ, дар рушди волонтерӣ дар вилояти Суғд саҳми босазои худро гузошта бошам. хуб, ташаккури зиёд. инҷо мехостам бидонам ки имрӯзҳо ҷавонии шумо чӣ гуна сипарӣ мегардад, чӣ гуна аст, чӣ лаҳзаҳои хотирмон аст? ташаккури зиёд барои саволатон. воқеан ҷавонӣ беҳтарин лаҳзаи умри инсон аст. ҳарчанд ки имрӯз мо ҷавонему, шояд намедонем, шояд эҳсос намекунем чӣ қадар баҳори умр зуд мегузарад, вале рӯзе ҳатман ин чизро дарк хоҳем кард. бо шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдат, аз чунин ватани ободу озоду биҳиштосо метавонам гӯям ки ман яке аз хушбахттарин ҷавондухтарони миллати худ, диёри худ ҳастам, зеро барои таҳсил, барои рушди шахсии ман, барои омӯхтану дониш андӯхтани ман тамоми шароитҳо муҳайё гардидааст. пеш аз ҳама аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва баъдан бо дастгириву бовариву эътимоди аҳли оила, падару модарам аст ки ман имрӯз ҳамчун яке аз ҷавондухтарони хушбахти даврони худ кору таҳсил ва фаъолият намуда истодаам ва беҳтарин лаҳзаҳои умри худро дар чунин меҳани ободу озод ва биҳиштосо сипарӣ намуда истодаам. хуб, дар оянда чӣ нақшаҳо доред? чӣ гуфтанӣ доред ба кулли он ҷавононе ки албатта ки ин лаҳза моро тамошо карда истоданд? сипоси бепоён барои чунин як суҳбати самимӣ ва дар итмом танҳо ба ҷавонон, ба ҳамсафони худ, ба ҳамсолони худ ва умуман наврасони меҳан бехоҳам расонида бошам ки илм омӯзанд, дониш омӯзанд. дар пайравӣ аз
پیشوای معظم ملت، یعنی همچون وارثان ارزنده و پیروان اصیل پیشوای معظم ملت برای آبادی وطن، برای باز هم زیباتر و گل شکوفاتر نمودن این میهن اجدادی سهم خود را گذارند. و عموما از تجربه، از آنچه که تا امروز دیدم و شنیدم، میخوام گفتنیم که چیزی که سرور دولت میگویند سعی و تلاش خود را تنها با آموختن علم و دانش و زبانهای خارجی صرف کنند، علمهای دنیوی و معاصر را آموزند و حتما در راه انتخاب نموده خود موفق خواهند شد. تشکر زیاد. ما برای شما نیز موفقیت های از این هم بیشتر را تمنا داریم. بگذار همیشه در جاده انتخاب کرده خود موفق باشد و همیشه به قله‌های بلند برسید. سپاسی به پایان. بار دیگر بهار عالم افروز مبارک باشد. به شما نیز مبارک باشد و به کل بیننده های عزیز. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. چون که میگویند آینده دولت از جوانان وابسته است و چگونه که جوانان در کدام دولت و ملتی که نباشند فعالیت برند، پیشروی آنها پیشروی دولت و ملت میباشد. سلام علیکم. برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده ایستاده است و ما میخواهیم دانش شما را سنجیم. شما راضی هستید؟ و میخواهیم یک سوال دهم. گرمترین و سردترین قطعه جهان کدام است؟ گرمترین قطعه جهان اکواتور. گرمترین قطعه گرمترین قطعه افریقا و سردترینش انتارکتیدا. بله. در فصل بهار کدام عیدها تجلیل کرده می شود؟ در فصل بهار عید مادران 8 مارس، 21 مارس نوروز تجلیل باز؟ کرده می شود. باز در ماه‌های اپریل و می نیز عیدها هستند. در ماه می روز غلبه، عید غلبه. در اپریل خب به سوال دیگر میگذاریم. در یک جمله هم مادر و هم بهار را توصیف کنید. مادرم مثل بهار شروع می باشد. بله. 5 قهرمانی معمولی شاهنامه را نامبر کرده می توانید؟ رستم و سهراب. دیگرش نمیدونم. شما میدانید؟ اسعار ملی تاجیکستان چی نام دارد؟ سومانی و درم. بله. کدام رقم را چپه کنیم همان معنا میماند؟ 8. بله. رقم 8. گرچند شما به سوالهای ما پور جواب ندادید ولی ما این تحفه را به شما میسپاریم. سلام علیکم. شما را ممکن؟ برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده ایستاده است و ما میخواهیم دانش شما را سنجیده باشیم. شما راضی هستید؟ خب سوال اول چنین است: گرمترین و سردترین قطعه جهان کدام است؟ رستم. گرمترین و سردترین قطعه جهان کدام باشد؟ قطعه اوراسیا. گرمترین و البته سردترین. گرمترین است چون که نیم جزیره عربستان سعودی گرمترین است و اویم یکم سردترین است، مینوس 72 گراد. این چنین میتوان گفت که قطعه افریقا و انتارکتیدا نیز یکی از گرمترین و دیگری سردترین میباشد. فکر کردم که در یک قطعه هر دو یک موجود باشد. بله. سوال نوبتی چنین است: در فصل بهار کدام عیدها تجلیل کرده میشوند؟ در فصل بهار 8 مارس روز عید مادران، 21 مارس روز بین المللی نوروز و 12 اپریل روز کیهان‌آوردان. بله. در یک جمله بهار و مادر را توصیف کنید. با آمدن فصل بهار عید مادر هم می آید. بله درست است. کدام قهرمانی معمولی شاهنامه را میدانید؟ رستم، سهراب، گردآفرید. باز؟ ضحاک. خب به سوال دیگر میگذاریم. اسعار ملی تاجیکستان چی نام دارد؟ پول ملی. پول ملی، سومانی و درم. مرکز اداره کنی بدن انسان کدام است؟ دل. مایلی سر. بله جواب هر دو شما درست است.
کدام رقم را چپه کنیم باز همان رقم می شود 9 را اگر چپه کنیم 6 می شود 8 بله 8 است اولین شاعر ادبیات کلاسیک کی بود صدردین عینی ادبیات کلاسیک ابو عبدالله رودکی بله اولین شاعر کلاسیک ابو عبدالله رودکی بود خب گرچند شما با یک دو سه سوالی ما جواب ندادید ولی ما باز به شما تحفه خود را میدهیم همیشه زیرک و هوشیار باشید تشکر سلام علیکم شما را موکی برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده ایستاده است و ما بخشی سوال جواب داریم اگر شما راضی باشید ما دانش شما را سنجیدن میخواهیم سوال اولین چنین است گرمترین و سردترین قطعه جهان کدام است گرمترین و سردترین قطعه جهان بله آفریقا سردترین سردترینش انتارکتیدا بله درست است در فصل بهار کدام عیدها تجلیل کرده می شود در فصل بهار اولین عید مادران عید نوروز جشن گرفته می شود باز در ماه اپریل و مای روز غلبه عید مهنتکشان و غیره ها جشن گرفته درست است در یک جمله هم مادر و هم بهار را بیارید بهار چقدر زیباست و مادر از آن زیباتر درست است اسعار ملی تاجیکستان چی نام دارد سامانی بله مرکز اداره کنی بدن انسان کدام عضو است عصب درست است کدام رقم را چپه کنیم باز همان رقم می شود رقم 9 و 6 باشد یا 8 بله اولین شاعر کلاسیک تاجیک کدام است اولین شاعر کلاسیک تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی بله 5 قهرمان معمولی شاهنامه را گفته می توانید بله 5 قهرمان معمول رستم سهراب تهمینه گردآفرید و ضحاک که رول منفی بله درست است شما به همه سوال های ما جواب دادید و ما شما را غالب این بخش میدانیم این تحفه کوچک از شما سلامت باشید سلام علیکم شما را ممکن برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده ایستاده است و ما بخش داریم سوال جواب و از جوانان با جوانان سوال میدیم تا دانش آنها را سنجیده باشید شما راضی هستید سوال اولی ما چنین است گرمترین و سردترین قطعه جهان کدام است گرمترین قطعهش آفریقا بله سردترینش باشد استرالیا انتارکتیدا بله انتارکتیدا است در فصل بهار کدام عیدها تجلیل کرده می شود در فصل بهار اولین عید این 8 مارت و بعدتر باشد عید نوروز یعنی عید جهانی بعد 9 مای روز کیهان‌آوردان 12 اپریل جشن گرفته می شود بله 9 مای کدام عید تجلیل کرده می شود مای روز غلبه بله درست است اولین شاعر ادبیات کلاسیک تاجیک کی بود اولین شاعر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودکی می باشد بله درست است در یک جمله هم مادر و هم بهار را توصیف کنید در یک جمله بله مادر بهترین فرشته روی زمین است مادر بهترین در یک جملهتون باید هم بهار باشد هم مادر هم بهار و هم مادر به مثل بهار زیبا است بله اسعار ملی تاجیکستان چی نام دارد اسعار ملی تاجیکستان پول ملی میباشد اسعار ملی تاجیکستان سامانی و دیرم نام دارد پول ملی سامانی و درم مرکز اداره کنی بدن انسان کدام عضو است عصب میباشد بله درست است آیا هیچ چیز به حرکت میکند هیچ چیز به حرکت نمیکند حرکت میکند چی بود اصلا وقت است 5 قهرمان معمولی شاهنامه را گفته میتوانید 5 قهرمان شاهنامه رستم سهراب تهمینه 3 تا شد با 2 تای دیگر 2 تای دیگرش رو نمیدونم خوب گرچند شما به همه سوال های ما پوره جوابی درست ندادید ولی ما باز شما را غالب میدانیم چون بسیاری از سوال ها را جوابی درست دادید خوب این تحفه از شماست
سلامت باشید. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده. واقعا جوانان هم نیروی سازنده و هم نیروی آینده ملت و دولتند و برنامه دنیا پر از جوانی است که معرفی‌گر چنین جوانان است. در همین لحظه های زیبا و برنامه دنیا پر از جوانی است خاتمه می‌بخشیم و در برنامه های آینده باز از جوانان سازنده و آینده این وطن میگوییم. با ما بمانید. خیر عزیزان. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.